در بچگی به هم یاد دادن برای کسب موفقیت باید خیلی سخت تلاش کنی، باید سریعتر، بهتر و باهوشتر باشی و کمبودهای خیلی زیادی توی دنیا هست، محدودیت و رنج زیادیه. ممکنه شما را از خونتون بیرون کنن، ممکنه غذا نداشته باشید و همه چیز رو از دست بدید اگه بهترین نباشید، اگه تحصیلات خیلی خوبی نداشته باشید و خیلی خیلی سخت تلاش نکنید و اگه خیلی سختی نکشیده باشید. بخشی از شرایط و پیشینه‌ای که من از اون میام و در اون زندگی کردم مربوط به بچگیمه و زمانی که به کانادا مهاجرت کردیم زبان مادریم انگلیسی نبود. بنابراین نوعی احساس ناامنی داشتم. ما به مونترال مهاجرت کرده بودیم و در سال اول مدرسه زبان انگلیسی و فرانسوی رو بلد نبودم و این باعث شد که در سن خیلی پایین احساس عدم تعلق کنم و فکر کنم به اندازه کافی باهوش نیستم و لیاقت توجه معلم‌ها و بچه‌ها رو ندارم و در سن خیلی پایین احساس ناامنی کردم و این حس تا اوایل دهه 20 سالگیم ادامه داشت و این باعث شد که در اوایل نوجوانیم دست به کارهایی بزنم مثل قانون شکنی، درد سرسازی در مدرسه، عضو شدن در گروه‌های خیابونی که کارهای غیر قانونی می‌کردن. چون فکر می‌کردم به اونا تعلق دارم، من با اون بچه‌ها حس خیلی خوبی داشتم. چون در بچگی مشکلات یادگیری داشتم، معلم کلاس اولم بهم گفت که هرگز نمیتونم بخونم، بنویسم، ارتباط برقرار کنم یا هر گونه پیشرفتی کنم. باید یک حرفه داشته باشید، باید جدی باشید و کار کنید. این درس رو یاد گرفتم و بعد به آکادمی کسب و کار رفتم. به آکادمی وردن رفتم و اونجا مدرک اقتصاد گرفتم و مشغول به کار در وال استریت شدم. فرقی نمیکنه تو زندگی چی کار میکنید. اگه بر اساس قضاوت‌ها و معیار دیگران زندگی میکنید، خودتون آماده شکست کنید. من برای انتخاب یه مسیر شغلی مشخص تحت فشار بودم و دنیایی که در اون بزرگ شده بودم خیلی علمی و دانشگاهی بود و اینکه من میخواستم بازیگر بشم اصلاً قابل قبول نبود. فکر میکنم محققین دانشگاه پرینستون به مفهومی به نام تعهد شناختی نارس رسیدن که میگه ما در نتیجه تجربیاتمون باورهایی در مورد دنیا پیدا میکنیم که اون رو در زمان خاصی از رشد حفظ میکنیم و تبدیل به واقعیت ادراکی همیشگی ما میشه. یه مثال خیلی خوب اون تربیت بچه فیل‌ها در هندوستانه. اونا بچه فیل رو به یه ستون بزرگ و محکم زنجیر میکنن و اون بچه فیل خیلی تلاش میکنه فرار کنه اما نمیتونه. بعد از مدتی باوری به اسم تعهد شناختی نارس به وجود میاد که میگه هر موقع چیزی دور پاش بسته شده باشه اون نمیتونه فرار کنه. یادم هست وقتی اینو خوندم به یاد زمانی در بچگی خودم افتادم که داشتم در تلویزیون اخبار میدیدم و یه ساختمون رو دیدم که در هند داشت میسوخت، در حالی که یه فیل جلوی اون بسته شده بود که داشت جیغ میکشید و تلاش میکرد از اونجا فرار کنه، اما نمیتونست از اونجا دور شه چون یه طناب کوچیک دور پاش بود. در نهایت یه نفر اومد و اونو آزاد کرد. اون فیل میتونست به راحتی طنابو بکشه و بره اما فکر میکرد نمیتونه. انسان هم همینطور عمل میکنن. بعضی از ما این ایده و باور رو پیدا میکنیم که نمیتونیم هیچ کاری انجام بدیم. به همین خاطر جا میزنیم و این شرایط رو کمی بدتر میکنه. فکر میکنم یکی از چالش هایی که مردم باهاش روبرو هستن اینه که وقتی یه باور محدود کننده رو در خودشون ایجاد میکنن و یا اونو از والدین و جامعه یاد میگیرن، طوری عمل میکنن که انگار اونا واقعیت هستن و خیلی وقتا به چیزای دیگه هم فکر نمیکنن چون واقعیت برای اونا همین باور محدود کننده است. ضمیر ناخودآگاه برای شما دو چیز میخواد: بقای فیزیکی و بقای ادراکی شما رو میخواد. بیشتر ما تا قبل از 10 سالگی مفهومی ساختیم از این که چه کسی هستیم و زندگی چطوریه و به اون بچه 10 ساله اجازه میدیم زندگیمون رو پیش ببره. پدر من راننده یه تاکسی بود و در اون زمان سالانه حدود 20 تا 25 هزار دلار درآمد داشت. مادرم در یک مغازه محلی خیاط بود و وقتی مردم لباس می خریدند و نیاز داشتن که سایزشو تغییر بدن اون بهشون کمک می کرد. پس ما زندگی ساده‌ای داشتیم. غذای مورد نیازمون رو داشتیم و در کمدمون هم لباس بود اما هیچ چیزی بیشتر از اون نداشتیم. یه چیزی که یادمه
اینه که در خونه ما همیشه سر پول دعوا بود. شاید بهتره بگم بی پولی باعث این دعوا می شد. همچنین باید بگم پدرم به قمار روی اسب‌ها و پاسور اعتیاد داشت. اون از ساعت 5:30 صبح تا 5:06 عصر کار می کرد و دستمزد روزانشو می گرفت و می اومد خونه، شام می خورد، بعد می رفت دنبال پاسوربازی یا مسابقه اسب‌ها و بیشتر وقتا تا شب پولشو تموم کرده بود. پس باید برمیگشت سر کار و پدر و مادرم همیشه به خاطر کمبود پول دعوا می کردن. ما به شوخی می گفتیم یه ماه برای پول ما خیلی طولانیه. اما والدین من همیشه با هم دعوا می کردن و من و خواهر و برادرم در اتاقمونو می بستیم تا صدای دعوای پدر و مادرمونو نشنویم. من با تنها راهی که میشناختم روی پیشرفت در زندگی تمرکز کرده بودم. اون راه این بود که به دانشگاه برم و شغل خوبی به دست بیارم. و در تنها سیستمی که در اختیارم بود موفق شم. فکر می کردم باید طبق قوانین بازی کنم و برنده شم. من چند سال خیلی سخت کار کردم و فهمیدم اگه کسب و کار خودم رو راه بندازم شاید موفق تر بشم و به خوشحالی و کامیابی برسم و چیزهایی که میخوام رو به دست بیارم. و کسب و کار خودم رو شروع کردم و دیوانه‌وار کار کردم و همیشه حتی شبها وقتی خواب نبودم بازار رو هر 2 ساعت به صورت دقیق و کامل بررسی می کردم و در واقع شغلی داشتم که ازش متنفر بودم ولی مهارت داشتم. من فکر میکنم این ایده که آدم باید از قوانین پیروی کنه از بچگیمون میاد، چون توی خانواده هامون باید اونطوری رفتار میکردیم. پس ما یاد گرفتیم توی اون سیستم چطور رفتار کنیم و جواب گرفتیم و فکر کردیم این بهترین انتخابیه که میتونستیم انجام بدیم و وقتی بزرگتر شدیم اون رفتار دیگه توی دنیای بزرگتر کارآمد نیست و باید اون رفتارها رو شناسایی و رها کنیم. فکر میکنم بیشتر ما میتونیم زمانهایی رو به یاد بیاریم که در بچگی خارج از محیط خانواده بودیم و فهمیدیم خانواده های دیگه لزوماً قوانینی که ما داریم و ندارن. اما هنوزم فکر میکردیم اونا تنها قوانینی هستن که جواب میدن. از این راه مورد محبت واقع میشم، از این راه پیشرفت میکنم، از این راه تحسین میشم. فکر میکنم باید بفهمیم باورهایی که در بچگی ساختیم شاید در اون شرایط جواب میداد اما لزوماً در دنیای بزرگتر نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت. وقتی به این برنامه ها نگاه می کنید می بینید بیشتر اتفاقات ناخوشایند به خاطر اینه که ضمیر ناخودآگاه داره سعی میکنه درک شما از هویت خودتون رو حفظ کنه و اون مفهوم رو نگه داره. چون یکی از قوانین اصلی ضمیر ناخودآگاه اینه که حقو به شما بده. پس اگر شما فکر میکنید احمق هستید، ضمیر ناخودآگاه فقط کارهای احمقانتون رو نشونتون میده تا باوریو که دارید حفظ کنید. پس برای تغییر مسیر حرکت هر فرد یا گروه باید مفاهیمشون رو تغییر بدن. مفهوم این که من به عنوان یه انسان، ما به عنوان یه اجتماع و به عنوان مردم یک دنیا چه هویتی داریم. اینا مفاهیمی هستن که ما میتونیم تغییرشون بدیم. من آدمای زیادی رو میبینم که از این فرایند لذت نمیبرن. اونا زندگی نمیکنن. یه بار به مراکز خرید برید و به چشماشون نگاه کنید. اونا اصلا از این فرایند لذت نمیبرن. با خودشون فکر میکنن اگه این لباسو بخرم شاید اون منو دوست داشته باشه یا با این کفشا جذابتر میشم. شما همین الان هم جذابید. خود واقعیتون باشید. گروه مناسب خودتون رو پیدا کنید. فراوانی یعنی همین. میلیاردها نفر در این دنیا وجود دارن. آدمایی هستن که همه ی کارای شما رو دوست دارن اما باید اونا رو پیدا کنید. ولی با تقلید از دیگران نمیتونید پیداشون کنید. باید خودتون باشید. اصیل و واقعی. این چیزیه که دیگران بهش جذب میشن. من در نوجوانیم کارهایی میکردم که نباید انجامشون میدادم. فکر کنم دلیل اصلیش ترس بود. در بین تلاش ها، عزم شدید و فداکاری هایی که برای رسیدن به موفقیت، افزایش دانش و به دست آوردن یه شغل ایدئال می کردم و می خواستم در زندگی و شغلم موفق باشم، یه جایی دیدم فقط در حال فرارم. من از ترسی که از کمبود داشتم فرار می کردم. خیلی می ترسیدم دوباره به شرایطی برگردم که فراوانی مادی نداشته باشم. من همیشه فکر می کردم بالاخره
روزی میرسه که همه چیز سر جای خودش باشه و من انقدر پول داشته باشم تا بتونم خودم رو بازنشسته کنم و دیگه نخوام برای بقیه کار کنم و رئیس خودم باشم. این روز همیشه توی ذهن من بود و همیشه 6 ماه بعد، 1 سال بعد یا همیشه بعدن بود و مثل هویجی بود که جلوی من آویزون شده و مدام از من فاصله میگیره. ارنست هولمز میگه زندگی مثل یه آینه است. به هر چی فکر کنید به سمت شما برمیگرده. پس وقتی مردم با افکاری مثل کمبود و عدم فراوانی پر شدن و به چیزای ترسناک و منفی فکر میکنن، همین چیزا هست که به سمتشون برمیگرده. میدونم که گاهی باور این مسئله سخته، اما اگه به ساختار شبکه‌ای داخل مغزمون فکر کنید، این همون بخشی از مغزه که به ما اجازه فیلتر کردن اطلاعات ورودی و اطلاعات خروجی رو میده. پس اتفاقی که میفته اینه که اگر مدام به کمبود فکر کنید، این چیزیه که به صورت خودآگاه به خودتون جذب میکنید و دقیقاً مثل یه آینه به سمت خودتون منعکس میشه. پس میتونم بگم اولین کاری که مردم میتونن انجام بدن اینه که افکار درونیشون رو بررسی کنن. شما زمانی میتونید امنیت واقعی رو تو زندگیتون حس کنید که یه زندگی شهودی و درست داشته باشید. با پیروی کردن از قوانین یا انجام دادن کاری که یه نفر دیگه از شما میخواد احساس امنیت نخواهید کرد. زمانی اون امنیت واقعی رو حس میکنید که به خود واقعیتون گوش کنید. هیچ کس نمیتونه به شما امنیت بده. امنیت شما در شغلتون نیست. امنیت شما از توانایی هاتون نشأت میگیره. توانایی شما در خلق ارزش برای دیگران و ایجاد ثروت برای خودتون. به نظر من هیچ امنیت دیگه‌ای وجود نداره. یه جورایی تناقض داره که ترس‌های ما از کمبود و ترس‌های ما در مورد امنیت ما رو به ناامنی میرسونن. کمبود اون جایگاهیه که ناامنه و فراوانی جایگاهیه که امنیت داره. فراوانی اون جایگاهیه که عشق داره. فراوانی اون جایگاهیه که در اون سخاوته. فراوانی اون جایگاهیه که ما میتونیم در اون پیشرفت کنیم و رشد کنیم. جایی که تنها نیستیم. جایی که به هم متصلیم. جایی که به هم پیوسته ایم. فراوانی اون جایگاه درونیه که دنیای بیرونی هم از اون نشأت گرفته. اون جایگاه درونی فراوانی جاییه که همه اینا ممکنه. جایگاه کمبود اینطور نیست. جایگاه ترس اینطور نیست. در جایگاه رقابت، حسادت و بدبختی این اتفاق نمیفته. اتفاقات خوب اونجا نیستن. اتفاقات خوب در جایگاه عشقن. در جایگاه فراوانی عشق.